گلدسته سلیموف امثال جنیدالله اوماروف یا ایشون جنید فرمانده سابق اتحاد نیروهای مخالفین و سردار سابق ریاست بازرسی حربی وزارت مدافع تاجیکستان که سال 2015 در جریان آشوب حاجی حلیم کشته شد به پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان مراجعت کرده خواسته است تا برای برگرداندن حوله میراثیش واقع در دهه نیلکون جماعت راحتی نویه رودکی به آنها کمک کنند. گلدسته سلیموف میگوید او و فرزندان و نبیره‌هایش در عموم 8 نفر جای دیگری برای زندگی ندارند ولی مقامات آنها را از این خانه کوچانیدند. گلدسته سلیموف در نامش به پرزیدنت می نویسد که این خانه از پدر و مادرش به او میراث مانده بود و شوهر مرحومش در این خانه همچون خانه داماد میزیست. جنیدالله اوماروف سال 1988 با دختر خالش گلدسته سلیموف ازدواج کرده بود. جنیدالله اوماروف در سالهای جنگ شهروندی یکی از فرماندهان سرایی اتحاد نیروهای مخالفین بود که بعد امضای سازشنامه صلح سال 1997 به صف نیروهای دولتی پیوست و تا به مقام سردار ریاست بازرسی حربی وزارت مدافع و رتبه پلکوونیک رسید، ولی در ماه سپتامبر سال 2015 او به آشوب تحت رهبری معاون وقت وزیر مدافع جنرال عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم پیوست و هنگام تعقیب آشوبگران در دره رومیت کشته شد. 23 آگوست سال 2016 کلیگ حربی دادگاه عالی تاجیکستان ایشون جنید را بعد مرگش در اشتراک در عصیان مسلحانه، کشتار و گروگانگیری و دیگر جنایت‌های سنگین گناهکار دانسته و قرار کرد که منزل او در دهه نیلکون به فایده دولت مصادره کرده شود. کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان که این منزل می بایست به توازن همین کمیته می گذشت برای کوچاندن اهل عائله ایشون جنید از این خانه به دادگاه مراجعت کرد و با حلنامه سود نوعی رودکی از سنه 2 دکامبر سال 2020 دعوای کمیته عاید کوچانیدن عائله اوماروف از این منزل بدون دادن منزل استقامتی دیگر قانع کرده شد. گلدسته سلیموف را امر دادند که همراه فرزندان و نبیره‌هایش از آنجا بکوچد. گلدسته سلیموف در نامش به پرزیدنت امامعلی رحمان می نویسد منزل استقامتی واقع در سروغه نویه رودکی جماعت دهات راحتی دهه نیلکون حوله رقم 542 مالکیت میراثی من به حساب رفته مرحوم شوهرم اوماروف جنیدالله به این منزل یگان حجت حقوق معین کننده نداشت. تنها با روزگی صاحب ملک یعنی مادرم اوماروف شربت در دفتر خواجگی جماعت دهات راحتی شوهرم اوماروف جنیدالله همچون سردار خواجگی به قید گرفته شده است. هنگام قبول نمودن سند سود سوجه‌ها به اینابت نگرفتند که طبق طلبات قسم 8 ماده 57 کودکس جمهوری تاجیکستان مال و ملکی که برای محکوم شده و شخصان تحت سرپرستی او قرار داده شده ضرور است مصادره کرده نمی شود. عین زمان یگانه جای زیست ما 8 عضو عائله همین منزل در دهه نیلکون حوله رقم 542 می باشد. اگر ما رو از این منزل کوچانند دیگر جای زیست نداریم و در کوچه میمونیم. هر شخصی که جنایت صادر کرده است برای کردار صادر نمودش باید در نزد قانون جواب گوید. مرحوم شوهرم اوماروف جنیدالله به جنایت دست زده هنگام صادر کردن جنایت به قتل رسانیده شده است، ولی من یا دیگر اعضای عائله‌ام به یگان جنایت دست نزدیم و دائما سیاست عدالت پرورانه شما را جانبداری میکنیم. شکر از آن میکنیم که در سایه دولت شما آرام و آسایشته عمر به سر میبریم و البته باور داریم که شما جناب عالی به ما کمک کرده برای برگردانیدن منزل میراثیمان به عائله ما مساعدت مینمایید. مقامات عصیان حاجی حلیم را کوشش تبادلات دولتی اعلام کرده حزب نهضت اسلامی یکی از تشکل عمده مخالفین را در تشکیل و رهبری آن گناهکار کردند و به این دلیل این حزب را ممنوع و شامل روی خط سیاه سازمان‌های افراطی و تروریستی کردند. رهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که اولو اساساً در اروپا عمل میکنند این اتهام را رد میکنند.